هفتمین طربخانه KFC از میزبان و مهمانان خود در پایتخت مملکت شهر دوشنبه استقبال نمود. این نقطه خدمترسانی در کوچه نعمت قربایف 2628 با اشتراک مسئولان جمعیت دارای مسئولیت محدود مزه نو KFC تاجیکستان، هواداران خوراک‌های KFC و دیگر مهمانان رسما افتتاح گردید. طور تاکید شد در طربخانه نو چون دیگر نقطه‌های خدمترسانی KFC استانداردهای صفت و بخطری غذا رعایت کرده می شود. در طربخانه محصولات در همه مرحله ها از استحصال، حساب براری، نگهداری آماده کردن و پیشنهاد خوراک به میزبان و مهمانان تحت نظارت جدی قرار دارد. خوراک های بامزه در این طربخانه با استفاده از مرغ دستکش، کارتوشکا و سس های با لذت آماده کرده می شود. با افتتاح این طربخانه در کوچه نعمت قربایف ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بیش از 25 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردید. در طربخانه KFC که امروز در کوچه نعمت قربایف 2628 گشوده شد، ما امکان داریم که خدمت رسانی های سطح بین المللی را به مهمانان و میزبان خود پیشنهاد سازیم. در طربخانه KFC زیاده از 25 نفر به کار تامین شده متخصصان جوان می باشند. خوراک های در طربخانه آماده شده چون دیگر سلسله طربخانه KFC مطابق استانداردهای بین المللی و موافق طلبات مهمانان و میزبان خود می باشند. خوراک‌های طربخانه نو KFC در شهر دوشنبه گوناگون و برای هر نفر از جهت نرخ دسترس می‌باشند. محصولات طربخانه نو KFC در پایتخت چون دیگر نقطه‌های خدمترسانی آن در تاجیکستان از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و اروپا وارد کرده می‌شوند که دارای استاندارد جهانی و صفت بلند می‌باشند. KFC برندی بین‌المللی بوده در اکثر دولت‌های جهان دارای طربخانه‌های خود می‌باشد و طعام‌های آن تنها با استفاده از گوشت مرغ آماده می‌گردند. گوشت مرغ از جانب طباخان مخصوص مطابق با فرمول خارلند ساندرز آموزانیده شده امروزها در زیاده از 25000 طربخانه KFC در 145 کشور جهان میزبان از طعام‌های با لذت آن بهره میبرند. جمعیت دارای مسئولیت محدود مزه نو در تاجیکستان سال 2019 با مقصد افتتاح سلسله طربخانه‌های جهانی KFC تأسیس یافته یگانه شریک رسمی KFC میناپاکت در کشور محسوب می‌شود. مزه نو نقشه دارد که آینده فعالیت طربخانه‌های KFC را در سراسر کشور به راه ماند.